دیدن خونه که تو ایران دیگه آرزو شده، ولی امیر که دید استفاده نداره 206 شیشه فروخت و با پولش رفت یه خونه مجردی قنا سمت یافت‌آباد خرید که به زور سمنت میشد. ولی الان پشیمونه و نمیدونه چیکار کنه، چون هیچی توش جا نمیشه. حتی برای آشپزی یا دوش گرفتن بر روی توالت وایسه. چون امیر دختر بازن روش نمیشد پارتنرشو بیاره و حسابی کلافه شده بود تا از ما خواست که براش طراحی کنیم. چون خونش سقف بلندی داشت و تودرشو تا ارتفاع پنجره و کف و حمامشو براش سرامیک کردیم. با اضافه سرامیک هم یه روشویی مدرن سرتاسر براش گذاشتیم تا وسیله‌اش هم رو بذاره. توالت و دوشش هم روبروی هم گذاشتیم و با یه در شیشه‌ای فضا رو جداسازی کردیم. روبروشو براش کابینت و سینک و گازشو گذاشتیم. کنار سینکش هم یه فضایی درست شد که غذا و ظرفاشو بذاره. حتی تونستیم یه لباسشویی برای شستن لباساش و یه یخچال کوچیکم بذاریم تا آشپزخونه‌اش هیچ چیزی از یه خونه معمولی کم نداشته باشه. باز هم با یه در فضا رو جداسازی می‌کنیم. کنار در یه کمد قدی براش طراحی می‌کنیم که هر چی وسیله از جمله کفش و اتکلون داره اونجا بذاره. بالا و پایینش در می‌ذاریم ولی وسطش تبدیل به یه اوپن کاربردی میشه. چون امیر برای طراحی زیاد داره هزینه می‌کنه، درش هم ضد سرقت می‌کنه که خیالش راحت باشه. یه صندلی تاشه روبروی کمدش قرار میدیم که موقع غذا تبدیل به میز غذاخوری بشه. بالای همه اینا با چند تا پیچ انبساطی و پروفیل یه فضا با استکان بالا می‌سازیم. روش هم با پنل‌های چوبی پر می‌کنیم تا تبدیل به یه فضای مناسب برای قرارگیری تشکش بشه. چون اونور تختش پنجره بود، یه نرده هم برای امنیتش نصب کردیم. یه سری پد نرم برای راحت بودنش دور تختش قرار دادیم. پشت تختش یه تو رفتگی ایجاد کردیم تا هم گوشیشو بتونه بزنه شارژ، هم کتاباشو بذاره. کنارشون هم یه پروژکتور رو روبروی تختش یه پرده می‌ذاریم که بتونه فیلماشو ببینه. یه میله بالای پنجره‌اش قرار میدیم تا هم لباسای مجلسیشو بذاره، هم به عنوان پرده به حساب بیاد. اون سمت فضا هم یه کمد طبقاتی برای مابقی کتابا و لباساش در نظر می‌گیریم و یه میز لپتاپ توشو هم جلوی اونا می‌ذاریم تا هر وقت بخواد بتونه با لپتاپش کار کنه و با یه نرده که بتونه به راحتی بالا و پایین بره کارو تمام می‌کنیم. به نظر من که طراحی همه چیزه. تو نظرتو داخل کامنت‌ها بهم بگو.